سلام، هپی ولنتاینتون مبارک. چه خبره؟ چیکارا میکنید؟ ببین فکر کن امروز 14 فوریه است. همین امروز هم ولنتاینه و من چون آدم دقیقه 90 هستم تازه الان دارم میرم هدیه بخرم. شما چیکار کردی؟ گوشیم پر شده بود، سریعا خالیش کردم که بتونم فیلم بگیرم. بچه‌ها مطمئناً هیچ کسی نیستش که چه از هدیه خوب دادن بدش بیاد، چه از هدیه خوب گرفتن بدش بیاد، ولی اینجور مراسم‌ها به غیر از مثلا تولد و فلان و اینا، اینجور مراسم‌ها اینجوری برای یادآوری عشقه. اینکه شما مثلا کل سال و مثلا یه عشق همه دوست دارم به هم دیگه نگیم، بعد واسه ولنتاین خودتون خوشگل کنید و نمیدونم میز بچینین از این ور به اون ور برین هدیه‌های گرون بخرین، واقعا هیچ فایده نداره. یعنی واقعا اون به یاد موندن و عشق دادن خیلی مهمتر از اینه که دقیقاً تو خود روز ولنتاین بخواید کادوهای بزرگ بخرین. خود منم امسال خیلی باهاش گفتم که واسه من هدیه نخر، چون ما داریم پولامون رو جمع می‌کنیم یه کاری انجام بدیم. خیلی بهش میگم که هدیه نخر، ولی نمیدونم آخرش کار خودش میکنه. یعنی ازم پرسید که دوربین میخواد برام بخره، من گفتم حالا بذار یک دو ماه دیگه کارمون رو انجام بدیم بعد هر چی گفتم گفت نباید همین امروز بخرم و اینا. دیگه من الان دارم میرم هدیه بخرم. قطعا ارزش آدما خیلی از هدیه که میخریم بالاتره. این هدیه هم اجرایی به عنوان یادگاری، ولی میگم واسه خودتون سختش نکنید، واسه خودتون گندش نکنید. مهم واقعا عشق دادن تو همه روزاست، مهم به یاد بودنه. واسه من الان دارم میرم سینی پارک ببینم که چی میتونم پیدا کنم. واقعا همراه باشید. بچه‌ها من یه دونه تیشرت کارل گرفتم. الان گفتم که هدیه پاکت کنن، دیگه اگر که نپسندید این که سایزش نشد دیگه خودش میاد عوض میکنه. بعدنم که باز کردم پوشید بهتون نشون میدم چی گرفتم براش. از اینم خوشم اومد، ولی به نظرم سفیدش کمی نازک بود. یکی دیگه هم هست که خوشم اومده. حالا اگر از تیشرت خوشش نیومد و خواست عوض کنه بیاد اینو بگیره. اینم من دوست داشتم. بچه من طبق معمول اومدم از اینا گرفتم، از اینایی که پایش خورماه شکرسیزه گرفتم که امشب دیگه حالا حفظ کنید. اکثرشون فقط زیبایی دارن، خوشمزه نیستن خداییش. اونا رو هدیه‌مو خریدم، شیرینیمم خریدم، دارم میرم خونه، ولی به خاطر این کامبا همه کارامو دور تونده، همش به بدو برم خونه. برم حالا بقیه خرید سوپرمارکت هم بکنم و برم به غذام برسم که امشب پیتزا داریم، بعد خمیرش رو دادم مامانم درست کنه. سفورا استند ولنتاینی گذاشته. نگوزل هیچ وقت ندارم وایسم. خیلی خوشگل بود. ببین یه جوری گرمه که من زیر تاپ پوشیدم دارم از گرما پر میشم. قشنگ هی اینجوری میکنم خودمو باد میزنم. بریم یه دقیقه اینجا بهتون این دوربینه که آشی میخواد دارم بخره بهتون نشون بدم. من قبلش اومدم پرسیدم، گفتش که فعلا تموم شده، هیچ جا ندارنش. اینه جدیدترین سری اوزمو پاکته. دوربینشم برگردونم به خودم. خیلی وایدتر از گوشی معمولیه. قیمتش 28,000 لیره، ولی متاسفانه الان میگن که هیچ جا نیستش، تموم شده. حالا کی دوباره بیادم دیگه نمیدونم. بچه اومدم دفتر بخرم، بعد دفتر خیلی گرونه اینجا. گفتم این حالا مهم نیست که چه جوریه، که بازه احتمالاً ارزون تر باشه. بعد اینجوری ببین بغلش اینجوری طلاییه. و فکر می‌کنین چقدر اینی که اینجا تازه زبارش در رفته 419 لیر، یعنی چیز بوده 800,000 تومان. چند تا دیگه هم دیدم. اینم مثلا 400 لیر از این پشمالو هست. 400 لیر عجبا خوشگلم، ولی واقعا انقدر ارزش نداره.
مثلا این دفتری که آدم خوشش میاد قیمتش هم مناسب 100 لیره، این نقطه ایه. من نقطه ای نمیخوام. گیری کردیم فکر کنم امروز دیگه وقت نشه من دفتر بخرم. همونجوری که دارم راه میرم ساعت هم روشنه، الان 1 ساعته دارم پیاده راه میرم. ببین میگم گرمه، باور نمی کنید الان پنجره بازه و منم تاب تنمه و واقعا همچنان گرمه. اصلا انگار بهار شده قشنگ، هوا ابری ها ولی خیلی گرمه. مثلا واقعا تو مرکز خیلی کلافه میشدم. آقا چیز جدید اینجا دیدم، قبلا اجازه نمیدادن که سگ و گربه رو توی این سبدای مارکت ها بذاری، الان خودشون براشون یه جا درست کردن که دیگه میشه گذاشتش. چقدر خوب، واقعا کمر درد میگرفت که اینا رو میآوردیم. اینم دستگاه کره بادون زمینیه که همینجوری ارگانیک اینجا بهتون میده. بعد نگهش داریم فکر کنم. شم فقط بادونه، هیچ چیز اضافه‌ای بهش نمیشه. یه ذره بلترش کنیم. درش هم از این مادرم برام خمیر درست کرده. به یکم دیگه باشه بعد تقسیم بر دوش کنم. اینم از خریدای امروزم. البته یه سریشو من خرید کردم، وسایل پیتزا رو دیگه آشکیم چون حرفه‌ایه آشکیم میخره. بادون زمینی، روغن نارگیل و 3 تا دونه آب، پیاز قرمز و پیاز معمولی. اینا هر با هم دیگه شد 468 لیتر. بچه‌ها جدیدن انقدر که اینجا گرونی شده، خب اگر که هر جا میرین، چه رستوران چه سوپرمارکت خرید که میکنین، حتما باید پیشاتون رو چک کنین، برای اینکه هم بعضی اوقات میان 1-2 مورد اضافه میزنن. برای خودم پیش اومده که مثلا من رفتم سیب خریدم بعد اومده به جاش اسم بهو زده، یا مثلا اومدم یه سبزی معمولی خریدم اون اومده سبزی گرونه رو زده. باید خیلی حواستون باشه که تو پاچتون نکنن. خب اینم از خرج و مخارج امروز. ورودی پولایی که در میاریم، اینم خروجی. خب یه دونه 143 لیر شیرینی، یه دونه 328 لیر مارکت، بعدی واتسون 223 لیر واتسون. گزینه بعدی هم دوباره سوپرمارکت 468 لیر مارکت. یه سری هم که آشکیم خرید داره مارکت، بعد اونها وارد کنیم. ورودی هم که آشکیم بیاد ببینیم که امروز چطور بوده کار و کاسبی. هپی ولنتاینت مبارک عشق من، جان من، قربون مماخ قلبت بشم من. او خدا ایشالله سال دیگه ولنتاین تنها نباشی مامان، تو هم یه عشقی داشته باشی. بچه ها من این میز مختصر و مفیدمونو آماده کردم، شمع منتظرم که آشکیم بیاد و روشن کنیم.
اینم از خودم با لباس قرمزم. فرمونده روش قرمز بزنم. یا تو مامان منشده از روبی شده شد برچه که روبی رو نداره؟ اتفاق با اینکه رفتم رو دیدم مدیا مارکت؟ نه چیز رفتم دیانا نداشت؟ مدیا مارکت چه؟ از کجا داره که روبی؟ من دیانا رفتم و 28 کرده هزار بودی؟ لیر بعدم این که گفتش که تمام کردیم بمونی که میاد ولی بازش اونجا بود امتحانی نکردمش تو این اینترنتی هم میشه سفارش بدیم؟ نه اصلا نه می تو برات انجام دادی من نگرفتم عشقم باشه عشقم خیلی کوچوله با عشقم اینجوری که نمیشه بعد من خواهد نگرفتم برا اگه دوستش نداری باید اگر میخواد کلا پاسش بدید امروز فقط پس بدید ولی اگر دوستش داشته باشید میتونی عوضش کنی یه ماه عاشقی مرسی دوستش خیلی هستم اندازم که اندازم خیلی هم خوشگله مونده بودم بین عطر و اینه بودم خوشگره نه خوبه چون اون لاغر میشه مطمئنی؟ میتونی عوضش کنی؟ نه خوبه چون میگم نه اون لاغر میشه مطمئنی؟ شاخ در کامنتی میشه خیلی خوشگله عاشقی مرسی دوستشونه رو من؟ باش که اینجوری نمیشه عشق مالا بیرنجه نه اوه یک دنیا تشکر میکنی خواهش میکنم خیلی دوستش دارم یعنی من نمیدونم چرا اینا هر چی میدیدم همه سایدش اسمال میگن مگه مرد اسمال هم وجود داره خب من اینجوری من اصلا قبل ندارم نمیخوام یک کارش بکنم دوربین میخوای یا چیزی دیگه؟ نه دوربین اوکی بود ولی فعلا که نیستش میگن چه اینترنتی هم نیست؟ مدلش رو بزن دارم عشقم مطمئن میخوایی این شکر بگذارم رو؟ آره عشقم دوستش دارم بودن کار دوست دارم قوقلت بسم من اونم ستا نشده بهترین مدل پیتزایی ایتالیایی که میشه درست کرد خیلی خفن امیدوارم در بیاد خیلی آموزشای ویژه سرش دیدم و دیگه یکی از کاملترین نسخه های پیتزا ایتالیایی امیدوارم خوب بشه نتیجهش هم براتون میذارم مرحله به مرحلهش هم دارم براتون میذارم واقعا من که از تفریحام آشپزی کردن یعنی عاشق آشپزی هم خیلی علاقه دارم خیلی هم خوب در میاد کارهایی که میکنم یا خودم دوست دارم یا اینکه واقعا خوب در میاد ایتالیایی ایرانیزه شده این پنیر باز میشه برای همین چند نقطه میذاری که باز بشه
insanlar kadın istiyor haklı olarak. Ama kim yani? آروم و رومانتیک و شیک. باور بذار من سلام سلام من به تو یار آنتالیایی دستت انداختی. چیز باش واقعی تر باش دور به نظر نگیر اصلا گرمز بدید اصلی فعلا اونجا رو تمدید کرد جای پیشی رو تمدید کرد. الان ما داریم سلام علیکم روزتون بخیر آقا امروز فردای ولنتاینه و اینکه ما بعد از این که پیتزا اینا رو درست کردیم جا تو خالی نشستیم به شراب خوردن و فکر کنم از صبحم چیزی نخورده بودیم با همون شرابه یه کمی شنگول شدیم پیتزا هم که زدیم دیگه اصلا یادم رفت ویدیو بگیرم جاتون خالی چقدر پیتزای خوشمزه شده به خودش یکم بهش سیر زدیم اصلا یه مزه نابی شده بود واقعا جای همتون حسابی خالی الان هم دیگه بارون داره میاد بعد من خرجای خونه رو دست گرفتم برای اینکه ببین آشکیم انقدر آدم ولخرجیه ما اصلا نمیفهمیم آخر ما پولامون چی شده دیگه واسه همین تصمیم گرفتم که کلا من خرج رو دست بگیرم چون کلا میدونی مدل مردا اینجوریه مثلا میرن مارکت اصلا نگاه نمیکنن به قیمت و فلان اینا مثلا یه چیزی رو برمی‌دارن بعد مثلا خب وقتی مثلا میگم ما الان اینجا 3-4 رده‌بندی مارکت داریم دیگه مثلا یه مارکت از ایتالی که توی زورلو سنتره خب این مثلا محصولات اون درست ایتالیایی هم هست ولی بازم اون داره پول جاشو میگیره یا مثلا چیز ماکرو سنتر باز از ایتالی پایین‌تره باز مثلا کارفور و اینا پایین‌تر از ماکرو سنتره مثلا سیب زمینی واقعا فرقی نمیکنه که از کجا بخری مثلا دست من باشه من میرم مثلا از چیز میخرم از کارفور میخرم ارزون‌تر باشه از مترو مارکت میخرم و به آشکیم که میگم مثلا میره از اون ایتالی میخره یهو مثلا میره سیب زمینی که کیلویی 30 لیره اونجا 100 لیره واسه همین گفتم آقا بده خرج رو به دست خودم من خودم خرید خونه رو میکنم الان دارم امروز میرم مترو مارکت که دیگه خرید کلی کنم که هر روز هی نرم تیکه خرید کنم اینجوریه خلاصه دیگه باید حواسمون باشه که چی میخریم و چیکار میکنیم خب بچه‌ها من اومدم مترو مارکت قبلا هم بهتون گفته بودم کلا اینجا خیلی بزرگه اکثر چیزا هم برند خودشونه بعد اینجا برای مثلا کسایی که میان عمده و اینا خرید میکنن حالا مثلا واسه رستوران یا مثلا واسه خونهشون چیزای در ابعاد بزرگ کیلوهای بزرگ میخوان مثلا اینجا این فلفلا گندش مثلا این سطلای بزرگ و اینا اکثر چیزا هست دیگه مثلا اینجا آبا رو میبینید آبای 6 تایی 1.5 لیتریه مثلا این 65 لیره این 48 لیره اینا 37 لیرن قیمت‌های مختلف داره دیگه با برندهای مختلف طبقه بالاش هم که مثلا یه سری پوشاک و شوینده ها و لوازم‌های آشپزخونه و اینا مثلا ظرف و ظروف و نایلون و اینا این بالاست و یه سری هم وسایل برقی فعلا بریم بالا که من یه سری نایلون فریزر و اینا میخوام بردارم ما با هم 2 برداشتم که دیگه هی نریم بخریم من از خرید برگشتم میخوام بهتون نشون بدم چیا خریدم این فکر کنم حدود 3-4 کیلو خودش پرتقال آبگیری باشه بعد ماهیچه خریدم 2 ماهیچه گنده نیم کیلو گوشت فرخ کرده نیم کیلو هم گوشت گوسفندی برای خورشت گرفتم این از گوشتا بعد 2 بسته 6 تای آب گرفتم یه دونه از این بسته های بزرگ 32 تایی دستمال توالت گرفتم که تو ماشین دیگه اونا رو نیاوردم لیموی سبز نارنگی کاهو از این فلفلا
2 تا دونه آووکادو، یه چیز اینجا خیس بوده، فلفله ازش آبش میاد. این از این نایلون اول، نایلون دوم یعنی خیار مقدار زیاد، توت فرنگی، کدو، 4 تا بسته از این دستمالای چیز نایلون فریزر کوچیک، 2 تا هم از این نایلونای سطح زباله که با اسانس چیز رایحه لیموه. اینا همه با هم دیگه شد 2352 لیر. وسیله سفارش دادم رسیده، بریم خونه بازش کنیم با هم دیگه. یه دونه از این 3 شعار همچیش 7 سره است، بریم ببینیم چه جوریه. بچه من خیلی دلم خواست دایسون بخرم، ولی از اونجایی که همه میگفتن که دایسون فقط واسه کسایی خوبه که موهای خیلی نازک و کوتاه و اینا دارن، موهای منم که ماشاءالله پرپشت. بعد چند روز پیش یکی از دوستان میره خرید، قیمتش خیلی مناسبه. بعد من رفتم ترندی و نگاه کردم، دیدم که آره نزدیک به 1000 لیره، 7 تا سرم داره، 2 سالم گارانتی، یعنی 1 سال 2 سال 3 سال بود گارانتیش. من 2 ساله رو خریدم. حالا برم تست کنم ببینم چجوریه دیگه. با این 1000 لیر 1 سالم کار کنم خوبه. ببینم این سرش رو بریم تست کنیم. یه برند فکر کنم ترک هم باید باشه. بریم ببینیم. سریعه مختلفش رو ببینیم. دوست از این برس گنده داره، اینم برای صاف کردنه. برس کوچیک داره، اینم که برس متوسطشه، اینم برای کرلی کردنه. بابیلیس داره، اینم سریع 3 شعار طوریه.